بسم الله الرحمن الرحیم. در موضوع کشته شدگی، یعنی که همون گاوها یعنی که گوسفندهایی که ذبح میکنن کافرهایی که اهل کتاب باشن، خوردن آنها جایز است یا نه؟ در تمام کتابهای متون و آیات قرآن هم هست که الله پاک گفتگی هست که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، سوره مائده، و طعام همونهایی که کتاب داده شدگی هستن حلال هستن برای شما. و در متن قدوری هم و در کتابهای دیگر متون هم ذکر کرده صراحتاً که و ذبیحة المسلم والکتاب حلال، ذبیحه همون گاوی که ذبح میکنه که گوسفند چاروایی که ذبح میکنه مسلمان باشه و کتابی باشد حلال هست. اما در اینجا همون کافرهای کتابیه که با اعتقاد نداشته باشند که حضرت عیسی علیه السلام خدا بدنش را، چون که در کتاب مستصفا میفرماید که هر وقت که اگر همون کتابی اعتقاد نداشته باشد که مسیح اله است، اما اذا اعتقده الها فهو کالمجوس، اما اعتقاد داشته باشد که مثلا حضرت مسیح یعنی که حضرت عیسی علیه السلام اون خدا از گفته اعتقاد داشته باشد، در این حالت اون مانند مجوس هست، مانند اله پرستا و بود پرستا یک می شود دیگر. چون معلوم است نصارا چند فرقه هستند، 3 فرقه مشهور دارند. یکی از همونها میگوید که حضرت عیسی اله باشد، و دیگرش که هست میگن فرزند اله باشد، و دیگر که هست الله 3 باشد، گفته حضرت عیسی و مادرش و الله در نظر دارن. خلاصه اگر همه اینها کافرهای کتابیشون میگن، اما اونهایش که یک فرقه بسیار گمراه ترین و سخت بگن به الله شرک آورده هستند، اینها همونهایش هستند با کی سخت‌ترش که همون حضرت عیسی علیه السلام را اله میدونسته باشن. وقتی که همین اعتقاد داشته باشن می در مستصفا جایز نیست است، اونها مانند مجوس میشوند. از شرط ذبح همون وقتی که ذبح هم کرد که باید ذبح کنن، چی کتابی باشد چی غیر کتابی، چی مسلمان چی غیر مسلمان باید ذبح داشته باشد. ذبح همون رگ‌های گردنی که وقتی که میبرد اون ذبح میشود. اگر مسلمان هم باشد بسم الله هم بگه، هر چیزی که نکنه ذبح نباشد، مثلا ذبح که نباشد اون جایز نیست است. یعنی که در حالت شکار بسم الله گفته ما بگیم تیراندازی نکرده باشد، مثلا از شرطش که ذبح باشد و مثلا که بسم الله گفته باشد. باید که این است که با در ملت توحید باشد. مثلا اهل کتاب هم دعوا دارن که در ملت توحید هستیم و اگر الله بدانه مثلا کتاب اعتقاد دارن، به اون خاطر اونها هم خداوند پاک اجازه دادگی هست. دلیل برای این که بسم الله را گفتگی نباشد، چی کتابی باشد چی غیر کتابی باشد جایز نیست است. دلیل چی است؟ الله پاک در قرآن گفته که سوره انعام در آیه 121 باشه، الله علم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق. الله پاک میفرماید که نخورید از آن چیزی که ذکر نشده است نام الله در همون. نام الله ذکر شده نیست. اتفاق است که در چی است؟ این در نظر در ذبح در نظر دارد. و بعضی نفرها و بعضی بگیم که اهل علم دلیل کردن مثلا که بعضی حدیث ها را اونجا شرط نیست وجب تفصیل بیان کنیم که الله نبی صلی الله علیه و گفته باشه که در دل هر یک مسلمان بسم الله هست از شما بخورید. گفته یکم جواب همین است که این خبر احاد است. خبرهایی که اومده است احاد هستند. این آیات قرآن قطعی هست و متواتر هست، برای خاطر آیات قرآن دائم تقدیم می شود. یکم جوابش. دوم جوابش این است که اون مسلمان گفته است، کتابی را نگفته است نبی صلی الله علیه و اگر کی گفته باشه که بسم الله در دل هر مسلمان است. و سوم این است که بسم الله را الله پاک فرق نکرده است بین کتابی و مسلمان، چه گفتیم که مطلق است. در اینجا چه که امام زیلعی میفرماید در شرح کنز، میگه شرط است که ذکر نکرده باشد در حالت ذبح کردن چاروا، مثلا حضرت مسیح ذکر نکرده باشد، مثلا بسم مسیح گفته کشتگی نباشد، یا که یهودی ها عزیر گفته کشتگی نباشد، چون که از حلال نمیشود. میگه امام زیلعی معلوم است که یکی از محدثین هست، میگه وقتی اینها را اگر ذکر کرده باشد جایز نمیشود. به خاطر چی؟ دلیل از آیات قرآن هست که الله پاک در قرآن میگه که و ما اهل به لغیر الله
و اون چی که تحلیل گفته می شود و نام برده می شود به همون چیز از غیر الله، اون حرام هست دیگر. اونها در شرک می‌دارد، در حالت ذبح که چی مسلمان اگر همی مثلا که همی به غیر الله نام برد، چی غیر کتابی، اینها چی هستن؟ حرام هستن، جایز نیست خوردنشون. به همون خاطر در دوام متنش هم میگه که خوردن جایز نیست از ذبیحه مرتد را و مجوسی را، مجوسی علاوه پرست و وثنی گفته بود پرست و چی محرم، انسانی که احرام بسته در حالت احرامش حاجی هست، اون یگام چیزی کشتنش شکار کردنش جایز نیست است. خلاصه گپ ما اینجا حاصل شد که چه اگر مسلمان باشد، چه اگر که غیر مسلمان باشد، کتابی باشد، آنها باید ذبح کنن یکمش، نکی همون رگ‌های گردن اون رو باید ببرن و دیگر که از بسم الله بگن باید. و اگر بسم الله را قصدن ترک کردن حرام می شود. بسم الله را قصدن ترک کردن ده حرام می شود و جایز نیست است. چه اهل علم در این باره تفصیل کردگی هستند. آیات قرآن هست، در دو آیات قرآن که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، مما لم یذکر اسم الله علیه و اینه فسق میگه در این آیات انعام، و دیگر که هست در آیات قرآن و ما اوهل به لغیر الله هم چه هست، همش آنها با دلالت کرده است که یکم بسم الله گفته شود. و دیگر که هست اگر که فراموشانه باشه جایز است، چقدر که اگر که انسان هایی که بخواهند که مرجع همین قول ها را ببینن، میتونن که هدایه را ببینن، جوهره را ببینن و رمز الحقایق ببینن و چقدر که معتصر ضروری، تسهیل ضروری و در کتاب های دیگر مذهب ها را مطالعه کنن، اونهایی که مثلا دلیل میکنن که بسم الله ضرور نیست است برای کتابی که برای مسلمان ضرور نیست است، در حقیقت این قول خلاف آیت قرآن می شود. و اون دلیل هایی که میگن که در دل های هر یک مسلمان بسم الله که هست، اون خبر احاد است. الان گفتیم خبر احاد است، به هر حال و به هر صورت آیات قرآن قوی هستند و تقدیم میشه و با اینها عمل کرده میشود. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله.